کاری که ترامپ اومد تو منطقه انجام داد و حرفایی رو زد که غیر از خودش شاید کسی نتونه باور بکنه و تهدیدایی رو که برای ما مثلا میزنم. از یه طرف از صلح حرف میزنه، میگه ما میخوایم در منطقه صلح باشه، از یه طرف میگه ما ابزاری درست کردیم که این ابزار تو دنیا نمیدونم وحشتناک نابود میکنه. کدوم یک از حرف این رئیس جمهور رو ما باید قبول کنیم؟ پیام صلحش رو یا پیام کشتار و نابودی انسانها رو؟ ما در تمام جنبه‌ها به این دستاوردها باید برسیم. ما داریم مذاکره میکنیم و مذاکره خواهیم کرد. ما مال جنگ نیستیم، اما از هیچ تهدیدی نمیترسیم. این گونه نیست که اینا تصور کنند اگر ما رو تهدید بکنن ما از اون حقوق انسانی و حق مسلم خودمون پاپس خواهیم کشید. ما پاپس نمیکشیم. ما دستاوردهای پر افتخار نظامی رو، دانشگاهی رو، علمی رو، هسته‌ای رو در تمام جنبه‌ها به این سادگی از دست نخواهیم داد. به هیچ سادگی از دست نخواهیم زد. گفتنش ساده است، حالا با اون خطراتی که در حقیقت در مسیر. اینا دانشمندان ما رو ترور میکنن، بعد میرن شعار میدن که ما تروریستیم. اینا روحانیون ما رو، مجتهدین ما رو، بزرگان ما رو ترور میکنن. ما قربانی تروریم. بعد میخوام بیان تو منطقه بشینن و به کشورهای منطقه بگن ایران باعث ناامنی در منطقه است. چرا باعث ناامنی در منطقه است؟ برای اینکه ما نمیخوایم در مقابل قلدری ها و زورگویی های اونا سرخم بکنیم. میخوایم بگیم ما قادریم رو پای خودمون بایستیم. حول قوه الهی با توان نخبگان، دانشمندان